شما در شهر زندگی میکنید، پس آماده شوید. تابستان گویا در تابه بریان میشوید. گپ درباره آب و هوا نیست، این عاقبت شهرنشینی است. به صحیفه ما ابونه شوید. حالا میگوییم ما از هر وقت دیده زودتر شهرها ساخته ایستادیم، ولی ما آماده ایم که در آنها زندگی کنیم. شهرنشینی تنها ساختن خانه‌های بیشتر نیست، این معنای بیشتر شدن بتون، کم شدن سبزه ها و گرمی است که از آن به جای فرار کردن امکان ندارد. طبق معلومات سازمان ملل متحد تا سال 2050 68% اهالی جهان در شهرها زندگی خواهند کرد. وقتی منفعش بسیار است و درختان کم، حرارت در شهر میتواند تا 5-7 درجه از محل‌های اطراف بلندتر باشد. این را جزیره گرمی شهری مینامند. گرمی نه تنها ناراحتی است، آن برای پیرانسالان، کودکان و آدمان گرفتار بیماری‌ها میتواند خطرناک، حتی مرگ‌آور باشد. پس چی باید کرد؟ یکم، هرچی بیشتر درخت شنوم تا گرمی کمتر شود. دوم، بام‌ها و راه‌های روشن را استفاده برد تا بازتاب گرمی کاهش یابد. سوم، فواره‌ها، گذرگاه‌های سبز و گلگشت‌ها نیز می‌توانند هوای فارم ایجاد کنند. چهارم، ماشین‌ها را کمتر کرد ولی دوچرخه و نقلیات جمعیتی را بیشتر، چون این یکی از راه‌های نجات دادن شهر از گرمی شدید است. شما کدام سهم دیگری را برای بهتر کردن محیط شهر پیشنهاد می‌کردید؟ در شهرها بنویسید.